افشای حقایق تازه سیتا قاسمی و ظبی استالفی. پیشنهاد باور نکردنی ظبی استالفی برای سیتا قاسمی و جواب جالب و جنجالی سیتا قاسمی برای ظبی استالفی. ظبی استالفی در کجا زندگی می کند و مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سیتا قاسمی هنرمند خوش صدا، خوش سیما، عاشقانه خوان و یکی از صداهای سریله در میان هنرمندان افغانستان است. سیتا قاسمی لقب‌های بیشماری از طرف علاقمندان و طرفدارانش کسب کرده است. سیتا قاسمی در سال 2008 با سرودن آهنگ دوگانه با ولی جازی شروع به کارهای هنری خود کرد. سیتا قاسمی در سن نوجوانی با یک مرد 45 ساله ازدواج کرد و هدف از ازدواجش رفتن به کشور آلمان بوده است. سیتا قاسمی از شوهر خود دارای 2 دختر می باشد، ولی از شوهرش جدا شده و در کشور آلمان زندگی می کند. ظبی استالفی هنرمند محلی خوان، خوش صدا و نام آشنا در میان هنرمندان محلی کشور پیشنهاد آهنگ دوگانه برای سیتا قاسمی داده است. سیتا قاسمی پیشنهاد ظبی استالفی را پذیرفته است و قرار است این دو هنرمند آهنگ دوگانه محلی ثبت کند. ظبی استالفی در شهر هامبورگ جرمنی زندگی می کند و در آنجا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است و در محافل خوشی هموطنانش اشتراک می کند، ولی مدت دیری می شود آهنگ جدید برای علاقمندان و طرفدارانش ثبت نکرده است. سیتا قاسمی به خاطر کارهای هنری خود بیشتر اوقات در کشور ترکیه زندگی می کند. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی هنرمندان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم و در انتظار نشر این آهنگ جذاب از 2 هنرمند خوش صدای کشور خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان سیتا قاسمی و ظبی استالفی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.